با ادای این سوگند آنتونیو گوترس فردا پا به ساختمان معروف نیویورک می‌گذارد و برای 5 سال دبیرکل سازمانی می‌شود معروف به ملل متحد. 5 سال این تریبون را در اختیار دارد برای زدن حرف‌هایی از جنس شعار این سازمان، شعار حفظ امنیت و صلح بین المللی. فاصله شعار تا عمل اینجا در سازمان ملل متحد راهی طولانی است. صفحات منشور ملل متحد پر است از بندها و ماده‌هایی که از عدالت بین المللی و حقوق بشر میگویند و در عمل ارتباطی به آنچه در این سازمان اتفاق میافتد ندارند. مثلا گاهی آقای دبیرکل مجبور می شود حق و سکوت بگیرد و چشمانش را به روی حقیقت ببندد. ایندیپندنت می نویسد سازمان ملل متحد باج گرفت تا عربستان سعودی را از لیست سیاه خود خارج کند. این یکی از دردناکترین تصمیماتی بود که تاکنون گرفتم. ناچار به حذف عربستان از لیست کشورهای کودککش هستیم، زیرا اگر این کار را نکنیم حمایت مالی عربستان از سازمان ملل قطع می شود. انتقادات به این تصمیم را درک می کنم، اما من دبیرکل هستم و بیش از هر چیز موظفم به بقای سازمان ملل بیندیشم. بقای سازمان ملل، سازمانی که بنا شد تا برای بقای انسانیت تلاش کند. اما حتی وقتی زنان و کودکان به مدارس و کمپ‌های این سازمان پناه میبرند، سهمشان از حقوق بشر بمب و موشک می شود. دستگیری سرباز اسرائیلی به دست فلسطینی ها را محکوم می کنم. باید هرچه زودتر او را آزاد کنند. نادیده گرفتن جنایات جنگی و تعلق خاطر این سازمان به برخی ملل متحد اما اتفاق جدیدی نیست. مثلا وقتی رژیم بعث عراق با حمایت چندین کشور جنگی 8 ساله را به ایران تحمیل کرد، سازمان ملل باز هم نتوانست شعار صلح و امنیت بین المللی را محقق کند. در طول جنگ تحمیلی سازمان ملل چندین قطعنامه صادر کرد. قطعنامه هایی که هیچ یک از آنها رژیم بعثی را متجاوز اعلام نکردند و حتی وقتی این سازمان ناچار به محکومیت حملات شیمیایی رژیم بعث عراق شد، حاکمیت ابرقدرت‌ها بر این سازمان تعیین کننده بود. کارشناسان سازمان ملل تایید کردند عراق در حمله به ایران از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. آمریکا قطعنامه سازمان ملل در محکومیت عراق برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران رو وتو کرد. ابزارهایی که در دست اقلیت و در راستای منافع آنها تعریف شده، نتیجهش دودی در چشم اکثریت می شود که ریشه آن را می توان در سازوکار عملی این سازمان جستجو کرد. وبسایت رسمی سازمان ملل در توصیف جایگاه ویژه برخی قدرت‌ها در این سازمان می‌نویسد به دلیل آنکه 5 کشور چین، فرانسه، آمریکا، انگلیس و شوروی نقش کلیدی در تأسیس سازمان ملل ایفا کردند، در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیز مهمترین جایگاه را خواهند داشت. این کشورها عضو دائم شورای امنیت هستند و هر تصمیمی را در سازمان ملل وتو کنند آن تصمیم کاملا رد می‌شود. آقای گوترس نهمین دبیرکل سازمان ملل متحد می‌شود و میراثدار کارنامه تیره 71 سال نادیده گرفتن حقوق بشر. با این حال او در جایگاه دبیرکل این سازمان تا حدودی این اختیار را دارد که سنت شکنی کند و کمی هم برای تحقق معنای حقیقی حقوق بشر تلاش کند.